کتاب‌های فقه و حدیث‌های احکام که آید حدیث‌های احکام، حدیث‌های فقهی حدیث جمع آوری کردند، عادتاً کتاب خود را به دو تقسیم میکنند. قسم اول قسم عبادات و قسم دوم قسم معاملات. به قسم عبادات داخل می شود نماز که عبادت است، زکات که عبادت است بین بنده و بین الله سبحانه و تعالی، و کتاب روزه که عمل روزه این عبادت است بین الله تعالی و بین بنده، و این چنین کتاب حج. بعد از آن کتاب عبادات که به پایان رسید به کتاب معاملات شروع میکنند. بعد این میبید احکام نکاح که این هم معامله هست بین انسان و بین عائله. بعد این میآید احکام طلاق، احکام نفقات، مثلا بعد طلاق واقع شدن نفقه آن عائله، نفقه فرزندان بر ذمه کی هست. بعد این میبید احکام قضا، جنایات، هر کسی که جنایت میکند، به مال کسی تجاوز میکند یا به جسم کسی تجاوز میکند، در نتیجه مال یا جسم تلف مییابد، این جنایت چی جزا دارد و احکام قضا، آداب قضا. خلاصه باقی ماندهش معاملات هست. کتاب فقه از این دو قسم عبارت است: عبادات و معاملات.